آقای پروفسور روانپزشکی داشت میمرد، لحظات آخر جون دادنش بود. پرستار گفت من خیلی تشنمه. اومدن یه لیوان آب بهش دادن، خورد، گفت به به به، عجب طعم گوارایی داره. ببین این که در لحظه مردن طعم گوارای آب حس کنی، این خیلی داره میمیره دیگه. تو چیزی رو که از دست میدی، چیزی رو که داره برات تموم میشه، اما تو اون لحظه از طعم آبی که هر روز میخوری لذت میبری. این معنای زندگیه، این معنای اون کنار اومدن با وضع موجوده. وقتی واقعیت اومد سیلی رو زد تو گوشه، این قسمتشه که ما باید باش زندگی کنیم. بقیه‌اش اصلا مهم نیست، پیش میاد. قرار نیست به همه خواسته هامون برسیم. اگه بنا بود هممون به خواسته هامون برسیم، پس بریم الان از ایلان ماسک بپرسیم آیا به همه خواسته هاش رسیده؟ قطعا نرسید. هیتلری که داشت همه کشورها رو میگرفت میرفت جلو، یهو ناکام. اگه میخوای فقط به برداشتات نگاه کنی، افسرده میشی. اگه رفتی پول در آوردی، پس نمیتونی روزی 12 ساعت بخوابی. ببین همه اینا با هم دیگه است، ولی بازم به همش نمیرسی. فقط باید یاد بگیریم از همین چیزایی که بهش رسیدیم لذت ببریم، کیف کنیم، بریم جلو.